این چه مصیبت است، لحظه خبری ناخوش و مرگ و ماتم، لحظه جگری سوخته ای مادران و همسران و فرزندان. لطفاً همه یک جا دست به دعا به درگاه خالق یکتا برداریم. به نام الله بخشنده و مهربان. ای پروردگار ما، از ما بپذیر همانا تو شنوا و دانایی. ای پروردگار ما را فرمان بردار خود بگردان و از فرزندان ما گروه را فرمان بردار خودت بگردان و طریق عبادتهای ما را به ما بنمای و به ما به مهربانی بازگرد، همانا تو بازگردنده ای مهربانی. ای پروردگار ما، به ما در دنیا نعمت و در آخرت نعمت بده و ما را از عذاب آتش دوزخ نگه دار. ای پروردگار ما، بر ما شکیبایی ببخش و قدمهای ما را استوار کن و ما را بر گروه ناگرویدگان غلبه ده. ای پروردگار ما، اگر فراموش کنیم یا خطا کنیم ما را به عقوبت مگیر. ای پروردگار ما، بر ما باری گران منه چنان که آن را بر کسان نهادی که پیش از ما بودند. ای پروردگار ما، و بر ما آنچه را منه که ما را بر آن توان نیست و از ما درگذر و بیامرز و بر ما ببخشای. توی خداوندی ما، پس ما را به گروه کافران پیروزی عطا فرما. ای پروردگار ما، بعد از آنکه به ما راه نمودی دلهای ما را کج مکن و برای ما از نزد خودت نعمت عطا کن، همانا تو عطا کننده ای. ای پروردگار ما، همانا تو در روزی که در آن هیچ شک نیست جمع کننده ای مردم هستی، به درستی که الله هیچ وعده ای را خلاف نمی کند. ای پروردگار ما، به درستی که ایمان آوردیم پس برای ما گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش دوزخ نگه دار. ای پروردگار ما، بر آنچه فرود آوردی ایمان آوردیم و به پیغمبر پیروی کردیم، پس ما را از جمله شاهدان بنویس. ای پروردگار ما، گناهان ما را و در کار خود از حد گذشتن ما را بر ما بیامرز و گامهای ما را استوار بدار و ما را بر قوم ناگرویدگان نصرت عطا بفرما. ای پروردگار ما، این را بیهوده نیافریده ای، پاکی تو راست، پس ما را از عذاب آتش دوزخ نگه دار. ای پروردگار ما، هر کی را به دوزخ دراری به درستی که او را رسوا کرده ای و ستمگران را یاری دهنده ای نیست. ای پروردگار ما، همانا ما ندا کننده ای را شنیدیم که به آواز بلند به سوی ایمان میخواند. به پروردگار خویش ایمان آرید و ما ایمان آوردیم. ای پروردگار ما، گناهان ما را بیامرز و از ما بدیهای ما را دور کن و ما را با نکوکاران بمیران. ای پروردگار ما، آنچه را که به زبان رسولان خود به ما وعده کرده ای به ما بده و ما را روز قیامت رسوا مکن، به درستی که تو وعده را خلاف نمی کنی. ای پروردگار ما، ایمان آوردیم پس بنویس ما را همراه شاهدان. ای پروردگار ما، برای ما خوان از آسمان فرود آر تا که برای ما و برای اول و آخر امت ما ایده و معجزه از جانب تو باشد و به ما روزی ده و تو بهترین روزی دهندگانی. ای پروردگار ما، بر خویش ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما مهربانی نکنی البته ما از زیانکاران باشیم. ای پروردگار ما را با گروه ستمگران همراه مکن. ای پروردگار ما، در میان ما و در میان قوم ما براستی حکم کن و تو بهترین حکم کنندگان هستی. ای پروردگار ما، بر ما شکیبایی فرو بریز و ما را مسلمان بمیران. ای پروردگار ما را لگدکوب قوم ستمگران مکن و ما را بر رحمت خود از گروه کافران نجات ده.
ای پروردگار ما، به درستی تو آن چیزی را میدانی که پنهان می‌داریم و آن چیزی را که آشکار میکنیم و هیچ چیزی در زمین و در آسمان بر الله پوشیده نمی شود. ای پروردگار ما، دعای مرا بپذیر. ای پروردگار ما، روزی که حساب قائم شود، مرا و مادر و پدر مرا و مسلمانان را بیامرز. ای پروردگار ما، بخشش از نزد خود بر ما بده و در کار ما راهیابی را برای ما آماده بساز. ای پروردگار ما، همانا از آن می ترسیم که ما را آزار دهد یا سرکشی کند. ای پروردگار، ما ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز و بر ما ببخشای و تو بهترین بخشایندگانی. ای پروردگار ما، از ما عذاب دوزخ را باز دار، به درستی که عذاب دوزخ جاودانی است، همانا دوزخ بد آرامگاه و مقام است. ای پروردگار ما، از زنان ما و از فرزندان ما به ما روشنی چشم ببخشا و ما را پیشوای پرهیزگاران بکن. براستی که پروردگار ما آمرزنده ای قدرشناس است. ای پروردگار ما، به بخشایش و دانش همه چیز را فرا گرفته ای، پس آنان را که توبه کرده اند و به راه تو پیروی نموده اند بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ نگه دار. ای پروردگار ما، آنها را به بوستان‌های جاویدان درآر که بر آنها وعده کرده ای و نیز از پدرانشان و زنانشان و فرزندانشان هر کی شایستکار باشد به جنت درآر، به درستی که تو غالبی با حکمتی. و آنها را از عقوبت نگه دار و هر کی را در آن روز از عقوبتها نگه داری، پس در واقع بر وی رحم کرده ای و این نگاه داشتن همان پیروزی بزرگ است. ای پروردگار ما و برادرانمان را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دلهای ما نسبت به آنان که ایمان آوردند هیچ کینه منه. ای پروردگار ما، به درستی که تو بخشاینده ای مهربان استی. ای پروردگار ما، بر تو توکل کردیم و بر سوی تو بازگشتیم و بازگشت همه به سوی توست. ای پروردگار ما را زیر دست کافران مگردان و بیامرز. ای پروردگار ما، به درستی که تو غالب با حکمتی. ای پروردگار ما، نور ما را برای ما تمام ده و ما را بیامرز، به درستی که تو بر هر چیز توانایی. پاک است پروردگار تو، الله غالب از آنچه این گروه بیان می کنند. و سلام و درود الله بر فرستادگان او باد و سپاس و ستایش الله راست که پروردگار عالمیان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.